سلام دوستان، با کانال نکاتاب خوش آمدید. آدمانی هستند که به خاطر از بین رفتن نسلی بعضی از حیوانات ناراحت هستند و بعضی دانشمندان با تغییر دادن ژنتیک میخواهند که این حیوانات را به حیات برگردانند. اما پیش از کردن این کار باید فکر کنیم که برگشتن این موجودات به حیات زنده ارزش دارد یا نه. چرا؟ چون که بعضی از آنها خیلی خطرناک بودند و شاید گم شدن نسلی آنها چنان هم بد نباشد. در این ویدیو سراغ حیوانایی می رویم که از نابود شدن نسلشان باید خرسند شویم. تا آخر ویدیو با ما باشید و لایک موندن را فراموش نکنید. عقابی هاست. این موجود عقابی هاست نام دارد و یک زمان کلانترین پرنده شکارچی در جهان بود. این پرنده با عقابی هارپی مانندی زیاد دارد و فقط وزن آنها فرق میکند که وزن عقابی هاست 2 برابر از وزن عقابی هارپی زیادتر است و درازی بالی این پرنده 40% از عقابی هارپی درازتر است. این پرنده زیبا و فراموش نشونده در جزیره نیوزلند زندگی میکرد که انسانها با بیرحمی همه آنها را کشتند و نسل آنها از بین رفت. افسانه ها میگویند که بومی های نیوزلند موجودی عجیب با نام مائه را از بین بردند که این موجود خوراک اساسی عقابی هاست بود. به همین خاطر عقاب ها خواستند قصاص گیرند و کودک انسان ها را شکار کرده میخوردند و این سبب شد که قبیله مائاری ها تصمیم گرفتند که برای دفاع از کودکانشان همه عقاب های هاست را شکار کرده کشند. به همین خاطر میگویند که انسان خطرناکترین شکارچی در جهان است. حالا اگر این داستان حقیقت داشته باشد، دیگر کودکان نیوزلند از حمله عقاب ها نمیترسند، چون که این عقاب ها در حقیقت کلان بودند و با آسانی یک کودک را از زمین برداشته میپریدند. به همین خاطر بهتر است که این عقاب به حیات برنگردد. خرس کلانی میده‌روی. چنانه که میبینید این یک خرس است، اما خرس خیلی کلان و میده‌روی. جالب است بدانید که این خرس نیم برابر از کلانترین خرس های سیبری کلانتر است که این واقعا باور نکردنی است. این خرس در یک روز 15 کیلوگرم خوراک باید خورد، یعنی هر روز یک گرگ میانه را نوش جان باید کند. او حس بویدنی با قوت داشته است و شکار را از دور میافته است. یک خصوصیت دیگرش این است که دندانهای این خرس به دندانهای پلنگ مانندی دارد و در یک گزیدن گوشت و استخوان را یک جای میکنده است، یعنی در یک لحظه شکار را به چند قسم تقسیم میکرده است و قصابی خوبه بوده است. از این خصوصیت‌هایش معلوم است که شکارچی با قوت بوده است و اگر از گذشتگان ما آنها را نابود نمی‌کردند، خود ما تا امروز نابود می‌شدیم. مگالونیا کلانترین سوسمار خشکیزی دنیاست. یکی از خصوصیاتش این است که بلندی قدش به اندازه یک ساختمان 2 آشیانه بوده است و 600 کیلوگرم وزن داشته است. اما نه مگالونیا و نه خرس کلان زورشان به انسان نرسیده است. سببش هم این بوده است که خوراک این دو حیوان را انسان‌ها شکار کرده نابود می‌کردند و این دو حیوان از گرسنگی می‌مردند. پس به فکر من اگر آنها به زندگی برگردند، اولین کارشان خوردن آدم هاست. خب حالا درباره چخه شکار کردن مگالونیا به شما نقل میکنم تا این حیوان را خوبتر بشناسید. او اول به پای شکارش حمله میکرده است تا که شکار دیگر گریخته نتواند. مگالونیا دندانهای تیزی داشته است که شکار کردن برایش خیلی آسان بوده است. بعد زود شکم شکار را گشوده زنده آن را میخورده است که این خیلی دهشتناک است. یک خبر بد دیگر این است که آخر سالهای 90 گفته بودند که مگالونیا به استرالیا برگشته است و نمادهای نوی آن را در آنجا دیدند. اگر این خبر راست باشد و این موجود دوباره پیدا شده باشد، پس همه ما باید در کافتکاوی سوراخی موشها باشیم. گرگ تاسمانی. این نماد گرگ بین مردم طرفداران زیاد داشته است. با فکر شما سبب نابودیش چی بوده است؟ این حیوان سال 1936 از بین رفته است و انسان‌ها توانستند از این حیوان رسم گیرند. این رسم‌های حقیقی از گرگ‌های تاسمانی است. گرگ تاسمانی مثل گربه بوده است که قسم پشت بدنش خط است. دهانش تا 90 گرادوس گشوده می‌شود و هر چیزی را که خواهد خوردن می‌توانسته است. سال 2005 گازت استرالیایی بولیتن اعلام کرده بود که هر کس تواند یک گرگ تاسمانی زنده بیارد $1,250,000 هدیه میگیرد. از این اعلام سالها گذشت و 23 فوریه سال 2021 یک فوتوگراف استرالیایی با نام نیل ویترز
عکس‌های عجیبی را در سایت‌های خودش گذاشت. این رسم‌ها مربوط به یک خانواده گرگ‌های تاسمانی است و شاید دانشمندان با عوض کردن ژنتیک آنها دوباره آنها را به طبیعت برگردانده باشند. با وجود آنکه نیل یک عائله گرگ‌ها را یافت و حتی از گرگ بچه‌هایش رسم گرفت، اما پول نصیبش نخواهد شد، چون که آن گازیتا فقط برای آوردن گرگ پول پیشنهاد کرده بود. معلوم نیست که آنها چه خیلی پیدا شدند. شاید دانشمندان سبب پیدایش آنها بودند و خودشون خبر ندارند. از کجا معلوم که شاید آینده رسم‌های بیشتری از این موجود را ببینیم. هلیکاپریون یکی از ترسناکترین موجودات دریایی است. دندانهای عجیب و خاصیت زیادی دارد. جاغ پایانی ماهی مثل اره گرد است که پر از دندانهای تیز است. این موجود خیلی ترسناک و عجیب است. باقیمانده هلیکاپریون ها نشان می‌دهد که آنها 20 میلیون سال پیش در زمین می‌زیستند و با دندانهای مارپیچ خود شکار را تیکه تیکه می‌کردند، اما اساساً خوراک آنها 8 پاها بودند. از ظاهرشان معلوم است که خیلی خطرناک بودند و اگر دوباره به دریا برگردند، اکوسیستم دریا را ویران خواهند کرد. اکوینا مینا میلارکوی این یک کوسه گم شده است که ظاهری عجیبی دارد. این کوسه ماهی به کوسه عقابی معروف است که به دوره‌های پیش برمیگردد. باقی‌مانده این موجود را بار اول سال 2012 در والیسیلا در مکزیک توسط یک کارگر یافت کردند. دانشمندان چند سال بر روی آن تحقیقات گذرانیده بالاخره سال 2021 خاصیت‌های آن را عمیق کردند. روی آن به کوسه مانندی دارد و اما بالهای درازی دارد که به سفره ماهی مانند است. ظاهرش هم جالب است و هم ترسناک و شاید برگشتن آن به دریا خطرناک باشد. انتلادونت این حیوانی وحشی عظیم‌جثه است که به گروه حیوانات خانگی داخل نمی‌شود. این حیوان‌ها یک شاخه خوک مانند هستند که همه چیز را می‌خورند و در جنگل‌های آمریکای شمالی زندگی می‌کردند و از 37 تا 19 میلیون سال پیش می‌زیستند. آنها به خوک مانندی داشتند، اما بدنشان کلان‌تر و موشک‌هایشان باقوت‌تر بود. درازی بدن یکی از باقی‌مانده‌های یافت شده این موجود 210 سانتی متر است و این خیلی زیاد است. دندان‌هایشان 20 سانتی متر است که می‌توانند هر شکاری را نابود کنند. اما عجیبش این است که این موجودات عجیب با این قدر قدرت و زور یک به یک نابود شدند و فقط استخوان‌هایشان باقی مانده است. کایراسوکوس بیشتری ما از کراکودیل میترسیم، اما میدانیم که اگر گریزیم کراکودیل از پسمون آمده نمیتواند، چون که در خشکی زیاد حرکتی سست دارد. اما اگر ما در گذشته زندگی میکردیم، از کایراسوکوس که یک کراکودیل با سرعت است فرار کردن نمیتوانستیم. این موجود ترسناک گویا که دورگه است و فرزند دینازور و کراکودیل باشد. ظاهرش به کراکودیل مانندی دارد، اما پایها و بدنش به دینازور. اگر این موجود 66 میلیون سال پیش نابود نمیشد، از چنگ او کسی گریختن نمیتوانست. اگر تا آخر ویدیو با ما بودید، پس معلوم است که ویدیو به شما پسند آمده است. حتما لایک گذارید. برای بخبر نماندن از ویدیوهای نوبتی ما به کانال ابونه شوید.